عقیده. انسان تا زمانی که عقیدهش درست نشه نمیتونه تقوادار بشه، متقی بشه. اولین چیزی که ایمان هست، ایمانش کامل باشه. اونم الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان می آورند. ایمان بالغیب، غیب چیه؟ غیب را علامه آلوسی خوب تعریف می کند. الغیب ما لا یقع تحت الشعور. غیب آن است که تحت شعور و درک انسان نمیاد. الان این مسجد غیب نیست، این را شما میبینید، درک میکنید، متوجه میشید یعنی چه. اما اونی که تحت شعور و درک انسان قرار ندارد، غیب او هست. الغیب ما لا یقع تحت الشعور ولا یقتضیه بذاته.